مادر انیق‌تر از شهلا خودش و 3 فرزندش محمد جان 6 ساله، شهنازه 4 ساله و امینه 8 ماهه را با سبب‌های نامعلوم به شاخ درخت سیب آویخت و مرگ را پذیرفت. چون این دهشت را یاد ندارم و از کسی هم نشنیدم. برای کودکان بیگناه و بهشتی دلم پاره پاره شد و خون گرفتم. آه تقدیر، آه قسمت. خدا بخشد تو را شهلای ناکام. تو را مادر نمیگویم، چی گویم؟ تو حکم خواهری داری اگرچه تو را خواهر نمیگویم، چی گویم؟ اگر مادر چونین بیرحم باشد که طفلانی بجان پرورده‌اش را به دار آویزد و بر مرگ بخشد، عزیزان به در آورده‌اش را، تو بر فرزندکان بیگناهت چی گفتی و به سوی مرگ بردی؟ به وصل گل چرا گلهای خود را بکندی و به خاک تر سپردی؟ تو فردا روز محشر بر خداوند چی میگویی برای قتل فرزند؟ تو را جبر کیها سوی اجل برد؟ نهال رحم قلبت را چه غم کرد؟ محمد جان و شهناز و امینه ره همراهت خوشحال رفتند. نپرسیدند قصدت از سفر چیست؟ و یا از ترسی تو چون لال رفتم؟ چیسان برگردنی دلبند پایت دلت شد که بیمانی حلقه دار؟ چی آمد بر سری تو که زد دست به دلسنگی و بیرحمی به این کار؟ زمانی جانکنی کودکانت دلت در سینه‌ات فریاد میکرد. محمد وقتی جان دادن چه ها گفت؟ نگاهش خواهش امداد میکرد. برادر را به طور دار دیده سؤال داد شهناز فرشته، چو جان از قالب گل دخترت رفت نشد جانت زی سوزیش بی سرشته. امینه نوری چشم قبلگاهش نکرد آب سنگ قلبت را با آهش. چی کرد آن طفلک روز ندیده؟ به تو فرزند بودن بود گناهش. چو ماندی بر سر خود حلقه دار نظر کردی به هر پشمرده زار. دلت ترکید یا که حلقه شد تنگ، رب و جان تنت به هیچ آزار. اگر بودی به قصد جان آنها چرا آخر به آنها شیر دادی؟ تو هم پرورده مادر به مادر چرا درهای صدغم را کشادی؟ 1100 سوال دیگرم هست، سوال را نمیابم جواب. به مرگ کودکانت خود گریستم، ندیده کس چونین دهشت به خواب. خدایا
меҳрубоно ин чӣ асъор, яке бар нохуни кӯдак бовад зор, якеро бин кашад фарзанд ба дор. чаро доди иҷозат бар чунин кор? магар дунё ба охир мерасад. خدایا ای خدای پاک و آگاه، کسی زین پس بجان خود کند قصد، هزاران التجا گردان از این راه. خدایا مهر را در دل نگین کن، دوباره آدمان را رحمگین کن. نما نخل محبت را بکشند، ایمان بنده را آهنین کن. ایمان بنده را آهنین کن.